اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در تفسیر درباره اون علومی بود که منبع تفسیرن. گفتیم یکی از اون منابع خود قرآنه و در این زمینه مفصل صحبت کردیم. یک منبع دوم روایاته. منابع دیگه هم داریم که دیگه من مفصل صحبت نمی کنم در این زمینه، به روایات اشاره بکنم. ما حتی در تفسیر قرآن به قرآن نیاز به روایات هم داریم و خود کسانی که قائل به تفسیر قرآن به قرآن بودن، خود اونها هم به روایات تمسک کردن و بیانهایی دارن که ذکر میکنیم انشاءالله. ببینید در نیاز ما به منابع روایی در تفسیر به آیاتی استدلال شده، من جمله و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این خیلی آیه مهمیه در این باب. خدا میفرماید ای پیغمبر ما به تو ذکری نازل کردیم تا برای مردم تبیین کنی آنچه که به اونها نازل شده. بعضی گفتن ذکر در این آیه شریفه مراد خود قرآنه، چون در بعضی جاها مثل جلسه قبل گفتیم که فاسألوا اهل الذکر بعد تفسیر به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شده، در اینجا تفسیر به قرآن شده، انزلنا الیک الذکر. بعضی گفتن نه، یک وحی غیر از قرآن. اما مهم این قسمت آیه است. خدا میفرماد ما به تو ذکر فرستادیم لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه برای مردم تبیین کنی. پس مردم نیاز به تبیین دارن. آیات قرآن برای مردم کافی نیست، یک شخصی رو میخوان به عنوان مبین. این یکی آیه دوم، آیاتی که از پیغمبر خدا به عنوان معلم کتاب یاد کرده، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. قرآن معلم میخواد. شما در این که چه آیه در تفسیر چه آیه دیگه بیارید نیاز به معلم دارید. البته در بعضی جاها ما قرائن قطعیه داریم و میدونیم که این آیه به کنار اون آیه که قرار گرفت معنا میده و اون آیه نطق میکنه و گویا میشه. گاهی وقتا این هست، اما گاهی وقتا ما نیاز داریم به معلم. ما یه موارد کمی از این موارد تفسیر قرآن به قرآن در میابیم، اما برای درک سایر موارد باید بریم سراغ اون کسی که خدا او رو معلم قرآن قرار داده و فرموده یعلمهم الکتاب و الحکمه. یه روایتی هم عرض کنم خدمتون که این روایت در کتب بسیار معتبر شیعه اومده، در نهج البلاغه هست، در کتاب کافی هست، در تفسیر قمی که از منابع کتاب کافیه، از کتب مهم ماست، در اونجا هم اومده از امیر مؤمنان علیه السلام. حضرت میفرمایند ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق لکم اخبرکم ان. میفرماید این قرآن رو ازش نطق بکشید، ازش بخواید صحبت کنه، اما با خود شما نطق نمیکنه. شما استنطاق کنید، یه کاری کنید که نطق کنه، اما لن ینطق لکم، اما نطق نمیکنه. اخبرکم ان، من به شما خبر میدم از این کتاب خدا، از این قرآن. ان فیه علم ما مضی و علم ما یأتی الی یوم القیامه. در قرآن هم علم گذشته هاست و هم علم اون چه که خواهد آمد تا روز قیامت. همه اینها در این قرآن هست. و حکم ما بینکم، هر چی که بین شما نیاز به حکم هست در قرآن هست. و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون، هر چی که درش اختلاف میکنید حکمش در قرآن هست. یعنی اختلافات شما رو کامل حل میکنه، حکمش در قرآن هست. فلو سألتمونی ان لعلمتکم، اگه از من بپرسید یادتون میدم. نیاز داره که بریم در خانه اولیاء خدا، اونهایی که خدا اونها رو حجت قرار داده، و از اونها یاد بگیریم. حضرت میفرمایند اگه از من بپرسید لعلمتکم. تو همین روایت اولش میفرماید که قرآن با شما نطق نمیکنه، اخبرکم ان. او معلم قرآنه، او همون قرآنیه که داره برای شما نطق میکنه.
شما وقتی ازتون یک سوال میپرسن میونه این 6600 خورده آیه میخواید کدوم آیه رو بیارید، مردد میشید بین اینکه کدوم آیه رو بیارید. اما امیرالمومنین نطق میکنه، اون آیه‌ای که جواب سوال شماست همونو به شما میگه. قرآن ناطق یعنی این. انسان رو خدا کنار قرآن قرار داد. چرا؟ انسان کامل رو. برای اینکه قرآن راه هدایته، کتاب هدایته، طریق هدایت رو به شما میده. اما انسان کامل دست شما رو میگیره میبرتتون به طرف مقصد. دیدید گاهی وقتا میخواید به طرف یک مقصدی حرکت کنید، نمیدونید، میگید نمیدونم از این راه برم یا از اون راه برم. راه رو دارید، نقشه راه رو دارید، گاهی وقتا به تردید میفتید. یک کسی که جلوی شما حرکت کنه بره بگه دنبال من بیا، خیلی برای شما راحت تره. دیگه هر جا به تردید افتادید میبینید او داره میره جلوتر. این شخصی که جلوی همه امت ایستاده، خدا او رو جلوی همه بشریت قرار داده، او امامه. او حرکت میکنه به طرف خدا، میگه دنبال من بیاد. من همون قرآنی هستم که دارم برای شما نطق میکنم. اون انسان رو از دست ندید. کتاب هدایت رو به دست بگیرید، کنار اون انسانم حرکت کنید. هر جا دچار ابهام شدید به اون انسان رجوع کنید. اگر در غیبت به روایاتشون رجوع میکنیم. این روایت بسیار روایت مهمی است. یه نکته هم عرض بکنم. نطق اقسام مختلفی داره. یک نطق به معنای قوه عاقل است، قوه ناطقه که میگن در تعریف انسان در علم منطق و فلسفه که میگن که حیوان ناطق، منظورشون قوه عاقل است. اینو کاری باش نداریم. یک نطق هست به معنای بیانه، اما چه بیانی؟ بیان مفهومی. قرآن نطق به معنای بیان مفهومی داره. ینطق بعضه به بعض. این نطق قرآن که بعض جا اشاره شده یعنی نطق به معنای بیان کردن، اما بیان مفاهیم، بیان معانی. بیان معانی تو قرآن هست. یه نطق دیگه هستش، این نطق مهمه. قرآن این نطق بعدی رو نداره، این نطق سوم رو نداره. نطق به معنای بیان معانی رو داره، اما یه نطق به معنی سوم، نطق عملی، بیان عملی. این نطق رو میگن یعنی بیان عملی. یعنی شما صحبت از احسان میکنی، این انسان میشه تجسم خوبی ها. مثل همین مثالی که عرض کردم، شما راه رو داری میری، یه کسی عملا راه رو جلوی شما میره، یه کسی عملا جلوی شما احسان انجام میده. شما نمیدونید اینجا باید با شخص مقابلتون برخورد کنید یا گذشت کنید، میبینید اون انسان گذشت کرد. این میشه نطق عملی. این نطق خیلی عالیه. نطقی که بیان عملی است، این برای شما واضح میکنه. این تفسیره. شما نمیدونید الان کدوم یکی از این دوتا آیه رو عمل کنید بهش. نطق عملی خیلی قشنگ برای شما بیان میکنه. امام ناطق به قرآن به معنای نطق عملی. یه نطق هم داریم، نطق ظاهری، یعنی در ظاهر حرف زدن. قرآن در ظاهر حرف نمیزنه، نطقش معنی بیان علمی و بیان معناییه. امیرالمؤمنان هم نطق به معنای بیان عملی هستن، هم نطق ظاهری دارن. خود آیه رو براتون میخونن. هم به عملشون نگاه کنید، دارن قرآن رو اجرا میکنن، میشه بیان عملی. هم خود آیات هم برای شما قرائت میکنن. پس توجه داشته باشیم، قرآن به معنای بیان معانی و بیان مفهومی ناطق هست، لذا تعبیر نطق در مورد قرآن به کار میره بعضی جا. اما بعضی جا میگیم این قرآن صامته، مثل همین تعبیری که امیرالمؤمنین فرمودن فاستنطقوا ولن ینطق لکم. این نطق عملی برای شما نداره، نطق ظاهری لفظی به معنی صوت و الفاظ هم نداره. بیاید از امیرالمؤمنین، بیاید از اون حجج خدا بپرسید. اخبرکم ان، ازت فرمودن من خبر میدم بهتون، چون اون معلم قرآنه. نیاز به معلم از اینجاست، نیاز به روایت اینجاست، چون معلم میخوایم. همون تفسیر قرآن به قرآن هم که میخوایم انجام بدیم، معلم میخوایم. من یه نکته رو بگم و بحث مقدمات رو دیگه کاملا ختمش بکنم. ما در مسئله رجوع به قرآن که گفتیم تبیان کل شیء، گفتیم این قرآن تبیان کل شیء، نگفتیم ظاهر قرآن فقط تبیان کل شیء. قرآن هم ظاهر داره هم باطن داره. ما نگفتیم فقط ظاهر قرآن تبیان کل شیء، گفتیم قرآن تبیان کل شیء. یعنی چی؟ یعنی قرآن به ظاهر و باطنش با اون باطنهایی که داره تبیان کل شیء.
شما اگر علم ظاهر رو نداشته باشید، یعنی لغت رو، علم استظهار رو، ادبیات رو بلد نباشید، اصلا زبان عربی بلد نباشید، از بیان قرآن در ظاهرش نمیتونید استفاده کنید، در حالی که ظاهر قرآن زندگی من و شما رو اصلاح میکنه. اما یک بیانهای باطنی هم داره، اونا علوم باطنی میخواد. اون علوم باطنی علومیه که شاید یه قسمت‌های کوچیکش اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن، یه قسمت‌های کوچکی از باطنها و تعویل‌های قرآن به ما گفتن. یک بابیه که بعد خود حجت خدا بیان و برای ما باز بشه. اون علمو من و شما نداریم. اگر اون علمو داشته باشیم، اگر کسی اون علمو داشته باشه، براش قرآن میشه تبیان کل شی، یعنی هم ظاهر قرآن هم باطن قرآن. اما ظاهر قرآن هم خودش دریای بزرگیه و تمام زندگی من و شما رو اصلاح میکنه. ما الان به دنبال ظاهر قرآنیم و باطن قرآن رو هم در بعضی از روایات از اهل بیت علیهم السلام باید اخذ بکنیم. این نکته بسیار مهمیه. باید بریم سراغ کسی که او هم علم ظاهر قرآن رو داره، در تفسیر ظاهر قرآن به ما کمک میکنه، برای ما بیان میکنه، معلم ظاهر قرآنه، هم معلم باطن قرآنه. آیات قرآن باطنهاش خیلی محدود و کم به دست ما رسیده، ائمه علیهم السلام برای ما بیان کردن. انشاءالله خود حضرت تشریف میارن و باطنهای آیات قرآن رو برای ما بیان میکنن. ما الان سر سفره همین ظاهر قرآن و همین باطنهایی که به ما یاد دادن باید بنشینیم و از دریای علوم قرآن استفاده بکنیم. یه نکته هم عرض بکنم، خود قائلین به این که تفسیر قرآن به قرآن راهیه که ما باید طی بکنیم، مثل علامه طباطبایی اینا نیومدن بگن که راه منحصره در این که قرآن رو به قرآن تفسیر کنیم. در موارد مختلف خود ایشون در تفسیر بعضی از آیات مثل حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی خودشون فرمودن که لا یظهر من کلام تعالی ما هو المراد من الصلاة الوسطی و انما تفسره السنه. از کلام خدا پیدا نیست مراد از صلات الوسطی چیه، چی میاد بیان میکنه؟ سنت، روایات. پس ما باید سراغ معلم قرآن بریم، انشالله با تمام وجودمون بریم به طرف این کتاب بزرگ الهی و ارتباطمون رو با حجت خدا و عزیز خدا برقرار کنیم و سر سفره روایات اون هم بنشینیم. از این روایات میتونیم بهره‌های بسیار فراوانی در معنویات و در فهم علوم قرآن داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.